توی این ویدیو میخوام در مورد prefer و would rather براتون بگم که بدونید هر کدوم رو چجوری باید استفاده کنین. اما برای ادامه کار اگه تا اینجا ویدیوهای من براتون مفید بوده و ازشون استفاده کردین لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید تا مطالب آموزشی بعدی رو از دست ندید. تفاوت would rather و prefer. would rather به معنی prefer یعنی ترجیح دادنه، اما با این تفاوت که از نظر کاربرد گرامری متفاوتن. بعد از would rather حتما باید فعل استفاده بشه، اما بعد از prefer ممکنه که یا فعل استفاده بشه یا اسم استفاده بشه. John would rather drink Coca-Cola than orange juice. جان ترجیح میده به جای آب پرتقال نوشابه بخوره. John prefers drinking Coca-Cola to drinking orange juice. جان نوشیدن نوشابه رو به آب پرتقال ترجیح میده. و یا John prefers Coca-Cola to orange juice. جان نوشابه رو به آب پرتقال ترجیح میده. دن حرف اضافه مخصوص would rather، اما حرف اضافه مخصوص prefer to هستش. اصطلاحات که میگم هم برای ترجیح و برتری دلالت میکنه. would just as well به اضافه فعل ساده. I would just as well come at 5 یعنی ترجیح میدم که ساعت 5 بیام. یه ساختار دیگه هم داریم که might just as soon به اضافه فعل ساده هستش. I might just as soon come at 5 باز هم یعنی ترجیح میدم که ساعت 5 میام.